دوست عزیزی که قهوه رو آسیاب می‌کنی میذاری کنار. اومدم باز به باریستای یک ساله گیر بدم. دیروز من رفتم یه جایی، یه اتفاقی واسه من افتاد. بیا بهت بگم چه اتفاقی افتاد. طبق معمول من رفته بودم یک کافه امریکانو بخورم، آیس امریکانو. دیدم یارو جلوی چشمم از داخل این ظرف قهوه رو برداشت، ریخت داخل پورتافیلتر. بیا بهت بگم اشتباه کارش کجاست. این قهوه عملاً بی عطر و طعمه، داری آشغال میدی دست مشتری. نکن این کارو. قهوه رو تازه به تازه آسیاب کن. آقا اصولی یاد بگیرید. برو 5 تومن 10 تومن پول بده ولی درست یاد بگیر. عزیز باریستای عزیز، قهوه باید تازه به تازه آسیاب بشه. وقتی آسیاب می‌کنی میذاری کنار، عطر و طعمش از بین میره. عطر و طعم محیط رو به خودش میگیره. و عملاً داری آشغال میدی دست مشتری. این کارو نکن. نکته دوم، دوست عزیزی که قهوه رو آسیاب می‌کنی میذاری کنار. این کارو می‌کنی باز میگیم اشکال نداره. وقتی می‌خوای قهوه بریزی داخل پورتافیلترت، اول اینکه گرماژ بسکت تو باید بدونی. و دومش این که باید وزن کنی. تو باید وزن کنی. لول رو زد همین شکلی، به این شکل لول رو زد. گرماژ پایین. بابا نکنید. تو رو خدا اول یاد بگیر بعد برو کافه بزن. آشغال نده دست مردم.